دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه، صحیح و سالم باشید. در خدمت شما هستیم با یک ویدیو آفلاین از مبحث توابع برداری. ببینید توابع برداری توابعی هستن که اگر ما یک عدد بهشون بدیم، حالا عدد حقیقی میخواد باشه، صحیح میخواد باشه، عدد بهشون بدیم به ما بردار تحویل میدن. اون منحنی‌ها و ضوابطی که قبلا کار میکردیم حالا اینجا میبینید که توابع برداری مثلا با اونا یک فرق خاصی داره. خب حالا بدون تلف کردن وقت میریم سراغ اولین مثالمون. ببینید بچه ها، یک آرتی به همون داده، گفته که به این ضابطه هستش ای به توان تی کوسینوس تی آی به اضافه ای به توان تی سینوس تی جی به اضافه ای به توان تی کا. تی را از ما خواسته. بچه ها تی چی بود؟ تی انگار ضابطه بردار یکه مماس بر اون خم ما یا همون منحنی ما بود. اس چیه؟ اس طول خمه، طول اون منحنی یا اون بردار، ببخشید اون تابع برداریمون هستش. اوکی، میریم سراغ به دست آوردن تی. تی برابر بود با آر پریم تی. حالا اگه این تیمون هم بر حسب تی باشه، آر پریم تی به روی اندازه آر پریم تی. اوکی، خب پس میریم آر پریم رو به دست میاریم. آر پریم تی برابر میشه، خب آی و جی مون دو تا تابعن که در هم ضرب شدن دیگه، درسته؟ پس میشه مشتق اولی در دومی به اضافه مشتق دومی در اولی. ببینید مؤلفه آیمون اینجوری میشه، مشتق ای به توان تی خودش میشه در کوسینوس تی به اضافه مشتق دومی که منفی سینوس تی میشه در ای به توان تی. این مؤلفه آی هستش به اضافه ادامهش پایین نیستم، به اضافه مشتق حالا مؤلفه های جی. ای به توان تی مشتقش چی میشه؟ میشه خودش در سینوس تی به اضافه مشتق دومی که کوسینوس هستش، کوسینوس تی در اولی ای به توان تی، مؤلفه جی مون هستش به اضافه مشتق. خب مؤلفه زدمون هم یک مؤلفه بیشتر نداره دیگه، خود ای به توان تی، چون مشتق ای به توان تی خودش میشه دیگه، ای به توان تی کا. اوکی، این از بردار آر پریم، یعنی ضابطه آر پریممون. حالا برای اندازه آر پریم، اندازه آر پریم تی، ببینید بچه ها، آر پریم خب طبعا خودش هم یک بردار هستش دیگه، حالا ضابطه یه بردار هستش، فرقی نداره. ما برای به دست آوردن اندازه یک بردار چیکار میکردیم؟ یک رادیکال میزدیم، مؤلفه‌های x و y و زدشون رو هر کدوم به توان 2 میرسوندیم و با هم جمع میکردیم زیر رادیکال. اوکی، برای اینم دقیقا باید همون کار رو انجام بدیم، هیچ فرقی نداره. حالا برای راحت‌تر شدن محاسباتمون ببینید بچه‌ها، الان هم مؤلفه آیمون ای به توان تی داره، هم مؤلفه جیمون ای به توان تی داره، هم مؤلفه زدمون ای به توان تی داره. خب پس من چیکار میکنم؟ من یک ای به توان دو تی، یا در واقع همون ای به توان تی به توان 2 از تمام این مؤلفه ها چی میگیرم؟ فاکتور میگیرم. اوکی، حالا اینا ضرب میشه دیگه. تو عملیات بعدیمون فرض میکنیم ای به توان تی رو نداریم، بقیه‌شو به توان 2 میرسونیم. اوکی، خب من اینا رو پاک کنم. خب کوسینوس تی به توان 2 به اضافه سینوس تی به توان 2 میشه یک دیگه، درسته؟ به اضافه 2 برابر اولی در دومی منفی 2 تا سینوس تی کوسینوس تی. اوکی، بذارید من اینجا یک روشه باز کنم.
که این ضرب همه اینا رو در بر بگیره به اضافه. حالا مؤلفه ج، سینوس تی به توان 2 به اضافه کوسینوس تی به توان 2 دوباره 1 میشه به اضافه 2 برابر اولی در دومی، 2 تا سینوس تی کوسینوس تی. مؤلفه زدمون هم اگه فرض کنیم اون ای به توان 2 تی ازش فاکتور گرفته شده، یعنی اون ای به توان تی نباشه، به اضافه 1 به توان 2 میشه که خود 1 رو می‌نویسیم. اوکی، حالا کروشه بسته. خب یه ساده انجام بدیم. این با این خط میخوره چون این منفی این مثبته. تهش چی میمونه برامون؟ تهش این برامون میمونه 1 1 1 1 به اضافه 1 به اضافه 1 3 تا ای به توان 2 تی. حالا ای به توان 2 تی از زیر رادیکال میاد بیرون، ای به توان تی در رادیکال 3. این شد ضابطه آر پریم تی. حالا میریم سراغ ضابطه تی. ببینید بچه این اگر این آر پریممون، این ضابطه آر پریممون بر این تقسیم شه، طبعا این رادیکال 3 با اینا ساده نمیشه دیگه، چون عدد اونای دیگه متغیرن. من یه دونه 1 به روی رادیکال 3 فاکتور میگیرم. حالا از تک تک مؤلفه های آی جی و کا اگه ای به توان تی دارن تقسیم میکنم دیگه، یعنی ای به توان تی رو از تک تکشون تقسیم میکنم. خب این مؤلفه اول ای به توان تی بره چی میمونه بذارید من اینو کروشه بذارم بهتره. میمونه کوسینوس تی، از اینم یه منفی سینوس تی میمونه، منهای سینوس تی آی به اضافه از بعدی هم که بگیریم یه سینوس تی و یک کوسینوس تی میمونه، سینوس تی به اضافه کوسینوس تی و از این یک جیش هم بذاریم آی جی و سومی هم یه ای به توان تی یعنی تقسیم کنیم ازش فاکتور بگیریم 1 میمونه. به همین راحتی که روشن بسته. خب این تیمون به دست اومد. خب قسمت اول سوال حل شد. حالا میریم سراغ چی؟ قسمت بعدی سوال که اسمون هستش. قسمت بعدیمون که اس هستش. اس چی هستش بچه ها؟ فرمولش به این صورت هستش: انتگرال آلفا تا بتای اندازه آر پریم دی تی. اوکی، برابر میشه با انتگرال بازه تیمون چی بود بچه ها؟ از منفی پی تا پی بود. اوکی، از منفی پی تا پی، از منفی پی تا پی. ضابطه قدر مطلق آر پریممون هم چی بود؟ اندازه آر پریم، اینجوری می‌نویسم رادیکال 3 تا ای به توان تی دی تی. خب رادیکال 3 که ازش میاد بیرون، انتگرال منفی پی تا پی ای به توان تی دی تی. خب این به این صورت، بذاریم من اینو پایین می‌نویسم، به این صورت میشه دیگه. رادیکال 3 این ای به توان تی انتگرالش خودش میشه دیگه بچه ها. میشه چی؟ میشه ای به توان کران بالا منهای ای به توان کران پایین. اوکی، پس خواستای مسئلهمون به دست اومد، هم اس به دست اومد و هم تیمون به دست اومد، هر دو خواسته به دست اومد. حالا میریم سراغ مسئله بعدیمون. خب دوستان، سوال بعدی رو داریم. بهمون گفته که معادلات صفحات بوسان راستگرد و قائم رو به دست بیاریم. خب آرتیمون هم به صورت کوسینوس تی آی به اضافه سینوس تی جی به اضافه کا هستش توی نقطه تی برابر با 0. خب یه توضیح اولیه در رابطه با این صفحات بدم و به دست آوردن معادله این صفحات
بعد در رابطه با ضرب خارجی TNB و اینا هم بگم و بعد بریم سراغ حل سوال. ببینید بچه ها، اگر ما اینجا بذارین اول یه نکته کلی رو بگم. ببینید برای به دست آوردن معادله یک صفحه ما به یک نقطه توی اون صفحه و بردار نرمال اون صفحه نیاز داریم. خب حالا توی این سوال نقطه رو که بهمون داده دیگه، گفته که آقا تی برابر با 0، حالا میزنیم آره صفرمون به دست میاد. اوکی، این از این نقطه رو داریم. حالا باید برای این منحنیمون صفحات قائم و راستگرد و بوسان رو به دست بیاریم. خب حالا ببینید برای هر صفحه ما یک بردار نرمال داریم و اینم بهتون بگم وقتی میگه صفحه قائم رو به دست بیار، خب مثلا بهمون میگه چی؟ بهمون میگه آقا برو صفحه قائم رو مثلا معادله صفحهش رو به دست بیار. خب این دلیل بر این نمیشه که این صفحه قائمی که ما به دست میاریم الزاماً صفحه BN باشه. نه، صفحه قائم صفحه‌ایه که طبعا موازی با این صفحه BN هستش و خب بسته به اون جایی که منحنیمون توی انگار فضا قرار داره، این صفحه قائم موازی با اون صفحه هستش و حتی بقیه صفحه مثلا صفحه راستگرد که ما مثلا روی منحنیمون به دست میاریم الزامی نداره که روی صفحه TB باشه. صفحاتی موازی با این صفحه، حالا شاید هم یک شرایطی پیش اومد که مثلا منحنیمون یک جایی توی فضا قرار داشت که مثلا توی اون نقطه مورد نظرمون صفحه راستگردش مثلا همین صفحه TB باشه، ولی در کل الزامی نداره. صفحات موازی با صفحه راستگرد، صفحه بوسان و صفحه قائم این صفحات رو روی منحنیمون بهمون میده. پس مجددا تکرار میکنم الزامی نداره که مثلا اینجا صفحه بوسانه الزاما مثلا صفحه TN باشه. نه، به هیچ وجه این الزام وجود نداره. خب برم سراغ نکته دومی که میخواستم بهتون بگم. ببینید ما برای به دست آوردن مثلا صفحات قائم و راستگرد و بوسان توی معادله صفحهشون توی نقطه مثلا تی برابر با 0، خب طبعا نقطه رو داریم. خب نیازمند بردار نرمالیم. ببینید برای صفحه قائم بردار تی بردار نرمال صفحه قائم هستش. برای صفحه راستگرد بردار طبعا n بردار نرمال اون صفحه هستش و برای صفحه بوسان این هم حالتهای کلی دیگه، بردار B بردار نرمال صفحه بوسان خواهد بود. اوکی، خب حالا میریم سراغ نکته ضرب خارجی TNB. ببینید همونطور که آی جیوکا ضرب خارجیشون جهت داشت، مثلا آی ضرب در جی کار رو بهمون میداد. خب یا مثلا کا ضرب در جی منفی آی رو بهمون میداد. اوکی، یه جهت خاصی داشت دیگه. دقیقاً ما برای بردارهای TNB مونم این ضرب خارجی ها رو داریم، یعنی این جهت ها رو داریم TNB. اینو سر امتحان حتما بنویسید که توی ضرب خارجی هیچ وقت این سر این علامت ها به مشکل نخورد. خب تی ضرب در n، خب تو این جهت بریم بی رو بهمون میده. باز اگه مثلا n رو ضرب در تی بگیریم برعکسش رو بریم، خب طبعا منفی بی رو بهمون میده. خب این از نکات ضرب خارجی. این نکات کلی بود، شاید مثلا همین ضرب خارجی تو این سال خیلی به دردمون نخوره، ولی خب گفتم بگم بهتون. اوکی، اینا رو پاک میکنم و میریم سراغ حل این سوال. خب میریم نقطمون رو توی این نقطه همون تی برابر با 0 رو میایم روی دکارتی پیدا میکنیم که چه مؤلفه های آی جی رو داره. خب اگر بخوایم آر 0 رو به دست بیاریم، کوسینوس 0 میشه 1، آی رو داریم به اضافه
سینوس صفر هم که میشه صفر. خب مؤلفه کامون هم هیچ وابستگی به تی نداره. این شد، یا به این صورت اگه بنویسم بهتره، 1 و 0 و 1. این شد نقطه مورد نظرمون که میخوایم توی این نقطه معادله صفحات رو به دست بیاریم. اوکی، برای بردارها اول شروع میکنیم، یعنی اول از بردارها شروع میکنیم، یا شاید هم بهتره اینجوری بگیم که مثلا اول بردار تی رو به دست میاریم، بعد کدوم صفحه مثلا بردار نرمالش تی میشه معادله‌شو می‌نویسیم به همین صورت. باز مثلا n رو به دست میاریم، بعدم b رو به دست میاریم به این صورت. ببینید بردار تی، بردار تی برابر هستش با r پریم تی به روی r تی. اوکی، خب پس باید بریم r پریم تی رو به دست بیاریم بچه. باید بریم r پریم تی رو به اصطلاح به دست بیاریم. r پریم تی خب مشتق میگیریم از آرمون، مشتق کوسینوس که طبعا میشه سینوس تی آی به اضافه مشتق کوسینوس هم میشه خودش کوسینوس تی جی به اضافه مشتق اون کامونم یک کا هستش دیگه، مشتق یک میشه صفر. این صفر هم کلا نمیذاریم. خب آر پریممون به این صورت خواهد بود. بخش من این فرمول تی رو اشتباه گذاشتم، آر پریم تی به روی اندازه آر پریم تی. خب حالا میریم این آر پریم تی میریم اندازه‌شو به دست میاریم. اندازه آر پریم تی چقدر میشه بچه‌ها؟ رادیکال خب منفی سینوس تی به توان 2 به اضافه کوسینوس تی به توان 2. خب این میشه یک دیگه، خیلی واضحه. پس آر پریممون برابر با یک شد. پس تیمون برابر میشه با همون آر پریم تی منفی سینوس تی آی به اضافه کوسینوس تی جی. حالا اگه تی برابر با صفر رو توش لحاظ کنیم، بردار تیمون به صورت صفر و یک و صفر خواهد بود. این از بردار تیمون. حالا کدوم صفحه بود که بردار نرمالش میشد بردار تی؟ خب قطعا صفحه ارزم به خدمتتون بشه که قطعا صفحه قائم خواهد بود. اوکی، پس معادله صفحه قائممون رو می‌نویسیم. معادله صفحه قائم. خب مؤلفه ایکسش که صفره، مؤلفه زدش هم صفره، پس ما فقط مؤلفه آیش رو برای معادله صفحه می‌نویسیم. یک ضرب در وای منهای اون نقطمون، وایش چنده؟ صفره. وای منهای صفر برابر با صفر، تهش وایمون برابر میشه با صفر. این شد معادله صفحه چیمون بچه؟ معادله صفحه قائممون. حالا میریم سراغ بردار n مون. بردار n بچه، بردار n برابر بود با چی؟ بردار n برابر بود با تی پریم به روی اندازه تی پریم. اوکی، از اینجا باید تی پریم رو به دست بیاریم. تی پریم برابر با چی میشه؟ از تیمون اینجا داریم دیگه، مشتق بگیریم. مشتق منفی سینوس که میشه منفی کوسینوس تی آی، مشتق کوسینوس هم میشه منفی سینوس تی جی. اوکی، خب به همون ترتیب اگر بخوایم اندازه تی پریم رو به دست بیاریم، اندازش خب سینوس و کوسینوسی دیگه، حالا علامتاش فرق نمیکنه، اندازش میشه یک. پس از اینجا میشه نتیجه گرفت n برابر میشه با خود تی پریم برابر میشه با منفی کوسینوس تی آی منهای سینوس تی جی. اوکی، خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم نقطه همون تی برابر با صفر رو لحاظ میکنیم. n مون به این صورت خواهد بود، n مون به صورت منفی یک و
صفر و صفر خواهد. حالا کدوم صفحه بود که به قولی بردار n بردار قائمش بود؟ خب طبعا صفحه راستگرد بود. پس معادله صفحه راستگرد رو داریم. خب ببینید مؤلفه y و z مون صفره بچه، پس ما فقط با مؤلفه x مون کار داریم، منفی 1 در x منهای، خب اون نقطه اون xش چند بود؟ 1. اوکی، xش چند بود؟ 1 بود. x منهای 1 برابر با 0. از اینجا x مون به دست میاد 1. این هم معادله صفحه راستگردمون. حالا میریم سراغ بردار بعدیمون. بردار چی بچه ها؟ بردار B. بردار B و صفحه بوسانمون. درست میگم دیگه؟ آره، صفحه بوسانمون. خب ببینید بردار B برابر هستش با T ضرب خارجی N دیگه، ترتیبشو بهتون گفتم. برابر میشه با چی؟ ضرب خارجی رو میتونیم به صورت دترمینان یک ماتریس که سطر اولش آی و جی و کا هستش، سطر دومش مؤلفه های تی هستش. مؤلفه های تی مون چیه؟ منفی سینوس تی، کوسینوس تی، منفی سینوس تی، کوسینوس تی، صفر و منفی این مؤلفه های n مون رو میذاریم، منفی کوسینوس تی، منفی سینوس تی و صفر. باید این دترمینان 3×3 رو حالا با یکی به روش ساروس حل میکنه، یکی هم به روش مثلا این ستون رو با این سطر میگیره مثلا، بعد باز میاد مثلا دترمینان 2×2 اینا رو حساب میکنه و به همین ترتیب. سر کلاس بهتون گفتم دیگه. حل میکنید با هر روشی که دوست دارید، تهش بهمون بردار کار رو میده. یعنی چی؟ یعنی بیمون برابر هستش با 0 و 0 و 1. این هم از بردار بیمون. حالا میریم چیکار میکنیم؟ معادله صفحه بوسانمون رو مینویسیم. معادله صفحه بوسان، معادله صفحه بوسان. خب xش صفره، yش هم صفره، پس فقط مؤلفه z داریم. 1 در z منهای نقطه‌مون زدش چند بود؟ زدش 1 بود. خب زدش 1 باشه چی خواهیم داشت؟ زد منهای 1 برابر با 0. از اینجا زدمون برابر خواهد شد با 1. این هم از معادله صفحه بوسانم. خب حالا این مثال ساده ای بود، سعی کردم با مثال ساده شروع کنم که یعنی خواستم توی این ویدیو آفلاین مثال ساده حل کنم که خیلی گیج نشید. به هر حال حتما سر کلاس مثال های به اصطلاح سخت‌تر و خیلی سخت نه خب، ولی خب تا حد امکان از این یکم سخت‌تر حل خواهیم کرد. این مثال ها رو که اینجا حل میکنم حواستون باشه، نه حتما ویدیو رو ببینید، چون که مثال هایی که حالا تمرین سری 5 رو در ادامه میذارم قطعا شبیه همین مثال ها خواهد بود. حالا میریم سراغ مثال بعدیمون. خب سوال بعدی رو داریم که گفته که معادله دایره بوسان خم y برابر با e به توان x رو در نقطه آب مختصات 0 و 1 به دست آورید. خب ببینید بچه ها، ما برای اول از همه اینو بهتون بگم، ما برای به دست آوردن
معادله یک دایره به مختصات مرکزش یعنی همون او نیاز داریم و آر یعنی همون شعاع دایره. اوکی، خب بریم پیداشون کنیم دیگه. ببینید برای حل این سوال اینم بهتون بگم، ابتدا باید چیکار کنیم؟ ابتدا باید x و y مون رو پارامتری کنیم. چرا؟ چون که یک فرمول داشتیم برای ارزم به خدمتتون کاپای تی برابر بود با قدر مطلق x پریم y زگوند منهای y پریم x زگوند به روی x پریم به توان 2 به اضافه y پریم به توان 2 همش به توان 3 دوم. این فرمول کاپامون بود که بهتر از من میدونید 1 روم برابر بود با کاپای تی. پس به همین خاطر ما باید منحنی y برابر با e به توان x رو چیکار کنیم؟ پارامتری کنیم. خب من x رو میگیرم t بچه ها به تب، y هم به دست میاد e به توان t. پس این رابطه‌ای که اینجا نوشتم x پریم و y زگوند و y پریم و این مشتقات اول و دوم اینا همش مشتق بر حسب t هستش. اینم یادتون نره. نقطه‌ای که میخوایم این دایره بوسان رو به دست بیاریم نقطه 0 و 1 هستش، یعنی دقیقا همین نقطه A که اینجا مشخصش کردم، xش 0 yش هم 1. اوکی، میریم سراغ حل سوال. بریم کاپامون رو به دست بیاریم. ببینید بچه ها x پریممون برابر با چند اگه بخوایم نسبت به تی مشتق بگیریم 1. x زگوندمون برابر با چند میشه 0. y پریممون برابر با چند؟ e به توان t. از e به توان t مشتق بگیریم خودشو میده. y زگوندمون هم به همین ترتیب برابر میشه با e به توان t. اوکی، حالا ما تو نقطه چی؟ تو نقطه آ به مختصات 0 و 1 دیگه، درسته؟ وقتی x مون 0 پس چون اینجا x مون برابر با t پس t مون هم 0. اوکی، پس ما کاپا رو توی نقطه 0 میخوایم. اوکی، پس توی نقطه 0 اگه به t بدیم 0 y پریممون هم برابر میشه با 1. به همین ترتیب y زگوندمون هم برابر میشه با 1. اوکی، بریم سراغ فرمول. قدر مطلق رو میذاریم x پریم در y زگوند. x پریممون چنده؟ 1 در y زگوند میشه 1 منهای y پریم در x زگوند. x زگوندمون 0 پس ضربشون هم میشه 0. من اینو میگم کج شد. خب میریم سراغ مخرج. x پریم به توان 2 میشه 1 به توان 2 1 به اضافه y پریم به توان 2 e به توان t به توان 2 میشه e به توان 2t همش به توان 3 دوم. البته ببخشید این e به توان t رو به حساب کرده بودم دیگه. y پریممون برابر با 1 بود، 1 به توان 2 هم میشه 1. پس تهش کاپای 0 مون در اومد 1 به روی 2 به توان 3 دوم. ببینید بچه ها 2 به توان 3 دوم یعنی چی؟ یعنی رادیکال 2 به توان 3 یعنی رادیکال 8 یعنی 2 رادیکال 2. پس 2 به توان 3 دوم در اومد 2 رادیکال 2 1 به روی 2 رادیکال 2. پس از اینجا رومون هم به دست میاد 2 رادیکال 2 همون شعاع دایره بوسانمون. رو در واقع همون شعاع انحنای اون نقطه‌مون هستش یا همون شعاع دایره بوسان.
شعاع انحنا هم بهش میگن. اوکی، رو به دست اومد. خب رو به دست اومد. معادله دایرمون اگر بگیم آقا مختصات اومون اینجوری هستش، آلفا و بتا هستش که باید به دست بیاریم دیگه. حالا اوکی، اگر بگیم مختصات مرکز دایرمون آلفا و بتا هستش، معادله دایرمون به این صورت خواهد بود. معادله دایره x منهای آلفا به توان 2 به اضافه y منهای بتا به توان 2 برابر با خب 8 دیگه. 2 رادیکال 2 به توان 2، اینجا r2 دیگه. اوکی، 2 رادیکال 2 به توان 2 میشه 8. این یه معادله دیگه هم باید داشته باشیم خب که آلفا و بتا رو به دست بیاریم. الان شاید بگین آقا x و y که مجهوله، برای چی میگید مثلا دو تا مجهول اینجا داریم؟ یعنی شاید با خودتون بگین هم x مجهوله، هم y مجهوله، هم آلفا مجهوله، هم بتا. ببینید بچه ها، در حقیقت این x و y مون مجهول نیست دیگه. چرا؟ چون الان بهتون میگم، چون که به اصطلاح ما به اصطلاح این x و y مون یک نقطه از دایره است دیگه. اوکی، این نقطه A مون هم یک نقطه از دایره است. پس ما میتونیم به جای این x و y نقطه A مون رو در نظر بگیریم. اوکی، چون هیچ نقطه دیگه از دایره رو نداریم بجز نقطه A. پس نقطه A رو اگر در نظر بگیریم، معادله دایرمون به این صورت خواهد بود. 0 منهای آلفا به توان 2 میشه آلفا به توان 2 به اضافه وای مون هم 1 بود دیگه، درسته؟ 1 منهای بتا به توان 2 برابر با 8. حالا یک معادله داریم که دو تا مجهول داره. اوکی، یک معادله داریم که دو تا مجهول داره. باید یک معادله دیگه به دست بیاریم، وگرنه این دو تا مجهولمون به دست نمیاد. باید وقتی دو معادله داریم، دو تا مجهول داریم، دو تا معادله دیگه هم داشته باشیم. خب ببینید، این خطوط قرمز رو نمیدونم از اولی که این شکل رو کشیده بودم دقت کردیم یا نه. این خطوط قرمز در واقع برای یک راهیه برای به دست آوردن همون معادله دوممون دیگه، درسته؟ خب ببینید، ما میتونیم شیب این خط رو به دست بیاریم. اوکی، این خط هم مماس بر نقطه آ هستش. این خط دیگه که عمود بر این خط هستش، این خط دیگه که این بالا کشیدم عمود بر این خط پایینی هستش، این در واقع از همون مرکز دایره رد میشه دیگه. میتونیم بگیم مثلا معادله قطر این دایره هستش، چون عمود دیگه داریم میبینیم عموده. اوکی، این دوتا خطمون بر هم عمودن. گفتیم هر کدوم هم یه خاصیتی دارن. این خط مماس بر این منحنی توی این نقطه آ، این خط هم از مرکز دایره رد میشه و از نسبت به این خط قرمز پایینی عمودن. این دوتا خط نسبت به هم عمودن. خب این نقطه او داره از این خط رد میشه دیگه. خب ما باید یک جوری معادله این خط رو به دست بیاریم. نقطه او هم تو معادله خط لحاظ میشه دیگه، یعنی صدق میکنه. پس یه معادله دیگه از این راه میتونیم به دست بیاریم. خب میریم سراغ به دست آوردن. ما نمیخواد این معادله خط این پایینیه رو به دست بیاریم، ما فقط شیبش رو میخوایم. چون شیب دوتا، همونجور که توی دبیرستان خوندین دیگه، بهتر از من میدونید، شیب دوتا خطی که توی صفحه برهم عمودن، شیبشون قرینه معکوس یکدیگه است. پس ما اگه شیب این خط رو به دست بیاریم، شیب این خط رو هم به دست میاریم، و چون یک نقطه دیگه از اون خط داریم، نقطه او، میتونیم معادله اون خط رو خیلی راحت به دست بیاریم. البته اینم بهتون بگم بچه‌ها،
ما برای به دست آوردن معادله خط از نقطه آ استفاده میکنیم برای این خط، چون نقطه آ از این خط میگذره دیگه. نقطه آ که اینجا براتون کشیدم از این خط عمودمون میگذره. اوکی، ببخشید. نقطه آ که میگذره، چون نقطه اومون همینجوری مجهوله. چجوری میتونیم با یک نقطه‌ای که مجهوله معادله خط به دست بیاریم؟ نمیشه دیگه، درسته؟ پس بنابراین باید از نقطه آمون هم برای به دست آوردن معادله این خط استفاده کنیم. خب پس میریم مرحله اولمون رو طی میکنیم و شیب این خط پایینی رو به دست میاریم. خیلی راحته، شیب این خط پایینی خیلی راحته به دست آوردنش، الان بهتون میگم. خب ببینید معادله منحنیمون چیه؟ y برابر با e به توان x. اگه یک بار مشتق بگیریم، بذارین یکم بهتر بنویسم. اگه یک بار مشتق بگیریم نسبت به x، y پریممون برابر میشه با e به توان x. همونجور که میدونید اگر از یک معادله مشتق بگیریم، هر نقطه ای از اون منحنی رو داخل معادله مشتق بزنیم، تهش شیب خط مماس بر اون منحنی توی اون نقطه رو بهمون میده. پس چی؟ وای پریم رو به دست میاریم. خب نقطه آ رو توی وای پریم میزنیم، بعد که زدیم شیب این خط رو بهمون میده. خب وای پریم رو به دست آوردیم، همون ای به توان x میشه دیگه، فرقی نداره. چون x مون صفره، وای پریممون هم طبعا برابر میشه ای به توان 0 برابر میشه با 1. همونجور که گفتم خب ما شیب این خطمون به دست اومد دیگه. خب شیبش که به دست اومد، خب پس شیب اینم به دست اومده دیگه. اگه شیب اینو قرینه معکوس کنیم، شیب خط بالایی هم به دست میاد. خب بنابراین شیب خط عمود بر خط مماس، اینم بنویسم، شیب خط مماس بر منحنی در نقطه آ. ببخشید من یکم تند مینویسم، بعد خط میشه دیگه، چون میخوام تایم ویدیو خیلی زیاد نشه. همین الانش هم 40 دقیقه گذشته. فکر کنم این آخرین سوالی باشه که بتونیم حل کنیم، چون دیگه تایم ویدیو بیشتر از این نمیخوام که باشه، چون خسته کننده میشه. خب شیب خط عمود بر خط مماس میشه قرینه و معکوسش دیگه، درسته؟ -1 یکم میشه -1. خب شیب این خطمون هم چی شد بچه ها؟ به دست اومد. معادله خطشو مینویسیم. میشه y منهای y صفر برابر با m در x منهای x صفر. اوکی. خب حالا اگه نقطه آ رو هم توی این معادله لحاظ کنیم، 0 و 1 هستش دیگه، درسته؟ m مون هم برابر با -1. معادله همون به این صورت خواهد بود. ببخشید y منهای، عرضم به خدمتون بشه که 1 برابر با -1 در x منهای 0. از اینجا معادله خطمون به دست اومد. y برابر با 1 منهای x. حالا چون نقطه او، ببینید بچه ها، چون نقطه او همونجور که میبینید روی این خطمون هستش. اوکی. نقطه او توی معادله این خط قطع به یقین صدق میکنه. اوکی. پس نقطه او رو میزنیم توی معادله این خط، آلفا و بتا. یه معادله دیگه باید به دست بیاریم دیگه. اوکی. وای مون بتامون برابر میشه با 1 منهای آلفا. خب این یه معادله.
خب این هم یک معادله دیگه. اوکی، دو معادله دو مجهول، دو معادله دو مجهول. به چه صورت خواهد بود؟ به این صورت. خب ببینید بچه ها، اگه ما توی این معادله‌ای که داریم این بالا، خب به جای بتا بذاریم یک منهای آلفا، خب به جای بتا هامون توی اون معادله دوممون بذاریم یک منهای آلفا، اینجوری خواهیم داشت آلفا. ببینیم معادلمون اینجا یکم بیارم بالا که اینم دیده شه. آلفا به توان 2 به اضافه یک منهای آلفا به توان 2 برابر با 8. یعنی چی؟ یعنی آلفا به توان 2 به اضافه آلفا به توان 2 برابر با 8. از اینجا آلفامون چند به دست میاد؟ آلفامون به دست میاد بچه ها مثبت منفی 2. ببینید دقت کنید اینجا بذارید من این آلفا 2 مون اینجا برابر میشه با 4. از اینجا گفتم آلفا برابر با مثبت منفی 2. ببینید دقت کنید بچه ها، چرا مثبت منفی گذاشتم؟ به خاطر اینکه دایرمون معلوم نیست توی کدوم ناحیه مثلثاتی باشه، ناحیه اول، دوم، سوم، چهارم، کدومش. خب این مثبت منفی مهمه. خب یکی نیاد بگه آقا خب آلفا به توان 2 برابر 4، خب آلفا برابر با 2. نه، این کار به هیچ وجه نکنید. اول بیاین ببینید آقا اون دایره بوسانتون توی کدوم ناحیه مثلثاتی میفته، کدوم ناحیه دایره مثلثاتی میفته، بعد بیاین بگین آقا مثبت یا منفی. خب میایم رو دایره. ببینید مرکز دایرمون توی چیه؟ توی ناحیه به اصطلاح دوم محورهای مختصاتمون هستش. ناحیه اول داریم، دوم، سوم، چهارم، که x و y تو هر کدوم از این ناحیه یک سری خواص داره. حالا تو ناحیه دوممون x همون چیه بچه؟ منفیه. x همون چیه؟ منفیه. پس آلفا اینجا چون مختصات مرکز در، بذارید من یکم خوشخط‌تر بنویسم، داره اعصابم به هم میریزه خیلی دارم تون مینویسم. خب چون مختصات مرکز در ناحیه دوم محورهای مختصات قرار دارد، x مون منفیه. پس آلفامون برابر میشه با منفی 2. حالا از اونجایی که گفتیم بتامون برابر با یک منهای آلفا، خب بتامون برابر میشه با یک منهای منفی 2 و برابر میشه با 3. پس معادله دایرمون به چه صورت خواهد بود؟ به این صورت. مختصات مرکز رو داریم، شعاعمون هم داریم، x منهای منفی 2 به توان 2 به اضافه y منهای 3 به توان 2 برابر با، اینجوری بنویسم بهتره، 2 رادیکال 2 که شعاعمون بود به توان 2 که برابر میشه با 8. این شد چی بچه ها؟ این شد معادله دایره اصطلاح بوسانمون و خواسته مسئلهمون به دست اومد. خب امیدوارم که از این جلسه آنلاین استفاده کافی رو برده باشید و نیازهاتون برطرف شده باشه. در هر حال ما حتما از این
به اصطلاح از این بخش سر کلاس مثال های حالا یه ریزه مشکل تر رو حل خواهیم کرد و اگه از این روند حل توی این ویدیو سوالی چیزی داشتین حتما بپرسین ازم و تا جایی که بتونم حدالامکان زودتر جوابتون رو خواهم داد. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.